قصه از سرگذشت یک دخترک. دختری در دانشگاه معلمه شده کار میکرد. روزی یکی از شاگردانش از او پرسید: معلمه، برای چی سین و سالتان رفته ایستاده است و شما شوهر نمیکنید؟ معلمه باشد چنین جواب داد: یک مرد 4 دختر داشت و پسر نداشت. با همسرش تأکید کرده گفت که اگر باز دختر تولد میکنی جوابت را میدهم. زن باشد فرزند پنجمش را نیز تولد کرد و این هم دختر شد. مرد غضب‌آلود شده به دختر پنجمش عموما نگاه نمیکرد. پس از چند وقت این زن پسر تولد کرد. بعد این پسر باز 3 تای دیگر پسر تولد شد که همگی 4 پسر شد. بعد از گذشت سالها آهسته آهسته به تقدیر الهی دخترانش از دنیا گذشتند. 4 دختر از دنیا رفتند. بعداً زنش هم وفات کرد. بیچاره مردی پشیمان با 4 پسر و 1 دخترچه‌اش ماند. ماه‌ها سالها گذشتند. پسران کلان شدند و خانه‌دار شده پدر را پرتافته با همسر و فرزندانشان برآمده رفتند. و مردی سال خورده با 1 دخترش تنها ماند. این همان دخترچه من هستم که نمیخواهم پدر پیرم را در این سن و سال تنها گذاشته شوهر کرده روم. در حقیقت فرزند توی خدا است، خواه پسر باشد و خواه دختر. شکرانه باید کرد به این نعمت خدا. خیلی متاسفم که امروز هستند پدرانی که به قدر دختران خود نمی رسند و آنها را از علم و مدنیت قفا نگاه می دارند. آخر دختران هم حقوق تحصیل کردن را دارند کو. دختر یعنی زن، مادر که بعد از خدا آفریدگار است، باید احترامش کرد و به قدرش همیشه رسید. مشو غمگین اگر دختر بیزادی که با دختر بود پیوسته شدی. بسا دختر صاحب تاج گردد، به نزدش 100 پسر محتاج گردد. Rüzgar esip geçer, kırıp döker.